آیا باره فکر کردید که در تاریخ انسانیت احتمال انسانی به شما عیناً مانند وجود داشتن از چند فایز است؟ برای 100% جواب دادنتان باید از حضرت آدم شروع کرده تا زمان ما میلیاردها انسان را پیش نظر بیارید. از این رو میگویند که انسانها جفت آفریده شدند. حتی میگویند که در دنیا هر شخص دوگانی که دارد که هم دیگر را نمیشناسند، یعنی خیلی به هم مانندند. البته از این لحاظ سیما وقتی بختیار در پایتخت به دنیا آمد کسی نمیدانست که دوگانی که او رفعت شکیب 1 سال پیش در شهر دیگر تولد شده است. خلاصه گپ بختیار و رفعت مثل دو پنگوین به همدیگر مانند بودند، ولی بجز مانندی ظاهری دیگر هیچ چیز مشترک نداشتند. آنها در دنیای تماما فرق کننده به دنیا آمده بودند. هیچ کس گفتن نمیتواند که دو نفری به هم مانند در همه کار مانند باشد. آخر مانند بودن اصل آن را داشته نمیتواند. این را چی خیل کردی؟ چی خیل کردی؟ پیش میکنی نمیرم. سری پسرم رو خورد. اکنون سری خودش را میخورد. ایشان چگونه این کار را کردی؟ وعده داده بودی؟ وعده داده بودی؟ این کار را نمیکنم گفته بودی؟ وعده داده بودی با من؟ نراو دخترم نراو، شکانت پرتوید بعد همش رو جمع میکنی. وعده داده بودی رفعت. مرا ببخش پدر، خطا کردم. مرا ببخش، قربانت شوم. تو صدقه قربان شوی ابله. انا این را گیر. برو دخترم. وعده داده بودی. خدا جزایت را دید. رفعت مرا معاف کردی. رفعت اپای عزیزه، پدرم کاری بد نکرد، ما فقط بازی کردیم. تمام شده مکه، تمام. انیل از برای خدا خاموشی است. اکا اگر زحمت نشود تو پول، سلاح و غیره را تیار کن. من یک کار دارم، حل کردم میآیم. به کجا می روی؟ در خانه یک چیز را فراموش کردم، آن را گرفته میآیم. باز با تو مشغول شوم کلدم. خانم عزیزه همه چیز رو تیتو تور کند و ما جمع کنیم. باز همین تو چیکار داری در اینجا؟ علم، من رفته ایستادم، یک خوشمانید گفتنی آمدم، بلکه دیگر ما نمیخوریم. دف شو رو، لیکن به کجا؟ به دوری‌های دور. دور به کجا؟ بلکه دنیا ما تغییر می‌یابد، به جای دیگر رفتنمان ممکن.
ممکن دیگر و نخوریم؟ نغزمون همین قدر؟ چقدر شدنش رو میخواستی؟ تو چقدر میخوای علم؟ نفهمیدم. اگر خواهی یک جای میوریزیم علم. نفهمیدم. شاهزاده شوم، در قفای اسبم سوارت کنم، همیشه دگ 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 به دنیای دیگر رویم. چی میگویی؟ شاهزاده پوپسیک، اسبی تو رو میبرداشتگی رو از کجا میابی انی؟ مسئله فربه بودنم رو میگویی؟ مسئله فربه بودنت نیست، رفتارت. مایلش انیل باشو، لیکن رفتارت مثلی عمر باشد. عمر چه علاقه دارد؟ یعنی این سخنها رو وی بیاد به وی میزیبد. شاهزاده وی بین بود میرفتم میگویی؟ همیخیل همیخیل شود علم. پناهت به خدا. من عشقم رو مثل تیر در قفس سینه هم میکشنم، لیکن تو پروا نکن، خوش بمان، خوش بمان. خیلی چی شد؟ چی را فراموش کرده بودی در خونه؟ فکر داشتم قلبم را فراموش کردم، لیکن قلبم مرا فراموش کرده است. تو چی نقل کرده ای سوده ای؟ میروی مکه. روی تو با ریشای سیاه رفتیم. ایستا کنی برادر، با کجا میروی؟ بخیر است؟ شما کی هستید؟ برای بردن تو آمدیم. شما مرا با کجا میبرید برادر؟ با بازی کنی. چگونه بازی؟ رفتن پس میفهمی. برادر من به جای نمیدانستگی هم نمیروم. اگر توانی گرفته بر. در جنگ زور هستی، لیکن با تیر زنازنی کردن نمیتوانی. چی گپ شده؟ با مرگ روبرو رفته ایستاده ایم، آغازت نمیبراید؟ بخیر است؟ از مرگ مشکل دیگر چیزی هست اکا؟ البته است، به این نمی شود. دنیای پر از فانتزی شکنجه فوت است. اکا بینم در یک حالت بد هستم، التماس وی رو خاطرسان نکن. چی گپ شده؟ اکا آوازت رو نبرار، ما رو دستگیر کنند، در امنیت بیخافتر می شویم. تنجی است رفیق پلیس؟ با ما تا امنیت آمدنتان لازم است. سبب؟ سردار یعنی راهبر به شما شهر میدهد. رفتین؟ رفتیم. پدر، از این بعد شف اینجا تو هستی. تو امر کن، ما اجرا میکنیم چیزی که خواهی. شما هیچگاه خواهش‌های مرا اجرا کرده نمیتوانید. شما با یک دیگرتان خوبی کنید. عادل باشید کفایه. اطاعت پدر. پدر، از این بعد بنده تو هستم. امر کنی میکشم، زنده گذارگویی میگذارم. آدم به غیر خدا به دیگر کس بنده می شود. زنده نگه داشتن و از دنیا بردن کار خداوند است. آدم شو کفایه.
آه عزیزه، با تو بیگناه بودنم رو اثبات کنم، در اینجا یک عمر مانم هم به من مشکل نیست. الو با آفیس آمدیم. امنیت رو با آفیس ما کچوندن نگه. کمتر بعد میبینیم با چی روبرو میشویم. اینها پلیس نیستن انیل. چی؟ نه. اکا من پیشکی با تو گویم. وقتی اومدنی فاد من همه چیز رو میگویم. از دهانم میریزد اکا. یعنی وجود من اشکنجه رو نمیبردارد. ابله گویا که گپ زنی خلاص میشوی. هرگز گپ زنم نگوی، هرگز. اکا برای چی نمیفهمی؟ وجودی من حساس است، شکنجه رو نمیبردارد. ای بچه، با داخلی ترس درو، با ترس روبرو شو و بعد با صاحب شدنش اجازت نده. تو وی رو صاحب شوی درد به استخوانت تاثیر نمی کند. تو چی نقل میکنی اکا؟ از کجا در آمدنی فؤاد معلوم نیست. تو با من چی نقل داری؟ اومد. یک چای سپارش دیهم برایت. اکا رو این سرت رو به ظرفی چای انداز. گم شو. خوب شده است. من از شما یگان چیز فهمیدنی نیستم بقچه ها. آرام باشید. به این هم من شما رو میکشم. کمتر حلاوتش رو برارم. اگر از من پرسید شما هم حلاوتش رو میبرارید. بخشش که کمی دیر ماندم. دفعه گذشته ملاقاتمون رو با شما اکی ایتکین ویران کرده بود. عمرتون دراز باشد. اکی ایتکین خداوند گناه‌های کرده‌اش را ببخشد و اکنون نیست. اکا ایتکین را تو پروندی میخینه؟ نه، آقای ریفت شما پراندو را نمیدانستید مگر؟ تو پروندی. آقای ریفت نمی پروند. ممدوحی ابله در دلیل‌های خورد غرق می‌گردی. حادثه را از طرفی وسیع نگاه کن. خیر آنها را یک طرف گذار. حاضر دقت خود را بالای کارهای به شما میکردگی هم جمع کنید. اکا جانی فؤاد، اکا جان، با من شکنجه نکنی هم میشود. امروز دلم هیچ نمیخواد. دلم نمیشود. همین خیلی بیهوش میگردم. بسیار شکم کلان هستی انیل جان. زوراوری نباشد اگر این دنیا بسیار دلگیر کننده نمی شود مگر؟ زوراوری از همه راه کوتاهی رسیدن به حلاوت است. نمیدونستی؟ دفعه گذشته اکا ایتکین به شما یک جهازی برقی خلانده بود. آن در کجا باشد؟ شما ندیده دو را؟ در آنجا. تشکر. سلامت باشی انیلکی غفصت. من حاضر. هیچ گم نه.
ابله چی گپ میزنی؟ نیافتنش بهتر بود. اکا من با تو گفته بودم بی عقلم دیوانم، با تو گفته بودم همه گپ از دهانم میبراید. лекин анил ҷон, ба ту ҳоло нарасонда завқ гирифтанро сар мекунӣ. завқи ман чӣ мешавад? аввал иҷозат де ки расонам. бигзор ки ман ҳам завқ барам охир. شاید که تو رو بسیار جهازی خوب بوده است. اکای ایتکی شما یک تایید. عملیات رو سر میکنیم عمر. اول با شخصی حبسخانه بوده تعلیمات ده. تو هم به خانه بختیار رو. گفته هایم را نقطه به نقطه اجرا کن. مایلش پدر. پدر تا امروز چند کس رو گوراندی؟ یعنی این حاضر از کجا دانم؟ روز شد 5 کس رو گوراندیم، روز شد 1 کس رو گوراندیم، لیکن یگان روزمان خالی نگذشت. خیلی بزرگ هستی پدر. پدر با شما مکتوب آمد. با من؟ بخیر است پدر. وقتی مردن رفعت شکر تو آیله وی را دزدیدن نتیجه اش را میبینی. هنگامی تو در حبس بودن آیله کشته میشود. من باید زود از اینجا برایم. این ناممکن است. از اینجا برآمدنم لازم. برآمدنم لازم. اکا جونی فواد، اکا جونی جون، خسته نشدی؟ کمتر استراحت کن. نه شکم کلانم، برای چی خسته شوم؟ این جهاز با من نه، با شما خلانده می شود که. اگر خسته شده باشید گپ زنید، دهن میگیریم. چی خسته شدید مگر؟ در حقیقت این رو میکنی؟ البته دم میگیریم. چی من انسان نیستم مگر تو انسانی ابله؟ چیزی گفتی؟ یعنی فواد اکا جان، تمامی حجیره های بدنم با برق پر شد میگویم. یعنی من با این برق 24 ساعت در استنبی میستم. تو کم در نفس گیری هایی که ما نفس گیریم. البته کمی نفس راست کنه.
سوختار شد. چی گپ است؟ چی شده است؟ ماشین را گذار. یک خانه سوخته ایستاده است. با آنجا روم ماشین را برمیگردانم. چگونه سوختار خاموش کنستی؟ برادر چی کار میکنی؟ ماشینم را گذار. کجا میبره برادر؟ با کجا میروی؟ اکیفت اکا جانا رحم کن. به خاطر روزهای گذشته یگان خاطر نداریم مگر التماس. لیکن عیب شده ایستاده شکم کلام. چرا خاطر قلب گفته حلاوتمان رو میگریزانی؟ یک ذوق دو پولا داریم که چرا او رو ویران میکنی تو؟ اشکنجه نکنی چی؟ شاید با صحبت گذاریم. برای ذوق گرفتن نخود که فقط شکنجه کنی. تو چی گفته ایستاده یه حیوان؟ ایستا ممدو ایستا. بسیار یک فکری معقول آمدنش ممکن. بله انیل برادر، گوشم به تو چگونه کار کردنم را میخواهی؟ صحبت کنیم چی؟ صحبت کنیم. من به این هم رفیقی صحبت میکردگی دارم. با وی صحبت کنم. فدایت شوم. شما را فدایی کردن یک طرفی صد حتی پاسبان نمیکنم. حالا هم که بین ما مشکلات اعتماد است. به سرمون پرون و ما رو از این عذاب خلاص کن فؤاد. کفایه نیست مگر؟ کفایه نیست با من. با شما کفایه؟ اگر در همین حالت بستگی خودکشی کرده توانید کردن گیرید. من هیچ نیتی کشتن شما را ندارم. در نزد شما کمتر ناز و نوز کردن میخواهم. با فکرم با این حق دارم. همین خیلی من در کجایم؟ شما کیستید؟ برای چی مرا اینجا محکم کردید؟ با تو یک بازی میکنیم. تو کی هستی؟ چی خیل بازی؟ مرا زدی. با تو حتی دستم را نبرداشتم، مخصوصا برای اکه محبوبم بودنت. لیکن تو مانع خوشبختی من شدی. با کی گفته ایستادم من؟ جواب ده برادر. چگونه بازی؟ بازی مرگ. این چی خیل کار است؟ اقلا خشمتون حقیقی شود. بازی مرگش بازی است. بازی مرگش بازی است. غالب گردی زنده میمونی، مغلوب شوی میموری.
تلفنش رو گذاشته است ها؟ انشالله کد نداشتگیست. اوه کشاده شو نوران جواب ده. جواب ده میگویم. اکای فواد، اکای قیامتی. گپ زن شکم کلام. اکا جان، اکای فواد گفته بذار نکن. چیزی گفتنی گفتنگیر. اکای فواد، با تو یک اعترافی کلام کنم مرا آزاد میکنی؟ دمت رو گیر. نه با یک دیگرتون زوراوری نکنید. اگر زوراوری لازم باشد من میکنم. حاضر؟ گوشم به تو انیل. گپ میزنم اکا، گپ میزنم. طاقت ندارم دیگر. بهوده گویی نکن. گپ میزنم. تو چیزی گویی نگویی. گپ میزنم. اکای فواد، انیل، ما یک سری بسیار کلان داریم. آن رو با تو گویم مرا آزاد میکنی؟ گوش کن انیل. ما در نقطه تمام شوی کلمه ها هستیم. چه خیلی که میبینی اکنون سخن نی و عمل مهم است. به این هم من به قوه سخنان باور ندارم. برای من هر آن چیزی که با خون نوشتگی نیست دروغ است. میفهمی؟ برای همین حاضر چیزی که دانی گپ زن. آن رو دیده یک فکری میکنیم. گوش کن، من یک چیزی رو میدونم که اگر شنوی عقل و خیالت نمیگیرد. انیل، حاضر آن سخن رو با زبانت یک جایه از دهانت کنده میبرارم. گپ زن کنی؟ گپ زن بگویم. اگر گپ زنم مرا آزاد میکنی؟ ای بچه، تو حالا هم با عزرائیل سودا کردنی هستی. حالا هم که مال میفروختگیت حتی طلبگاری ندارد. این چی نغمه؟ این چی جلوه؟ ها؟ نباشد گپ میزنم. گپ زن. این آقای رفت از کوه. آقای رفت یعنی رفتی میدانستگی تو. رفت بابا. ای بچه تیزگو یک بار این گپ نزن. آقای رفتت؟ خیر گپ زن. انا همین آقای رفت. ها؟ آقای رفت نیست. آقای رفت؟ آن کس آقای رفت نیست. حاضر! نوران! شادی بیگ! در کجایید؟